ما درباره انتخاب کردن همسر برای ازدواج صحبت بکنیم که این خیلی مهمه و بدونیم که همین فرمودن که انسان اصوله که زنی را عقد بکنه بدون اینکه ببینه. بعد اول ببینه اگر در نظرش پسندیده است نیست، بعد این عقد بکنه. نمیتونه که همطور ببینه این عقد بکنه. خب این چرا؟ چون اگر بدون اصلا نبینه و عقد بکنه بعد از عقد بعد ازدواج این در نظرش پسندی نمیاد و ازش بدش میاد و این طلاق میده. و این بنابراین این مثبت که اصوره که انسان بدون نگاه کردن ببین عقد بکنه. خب این موضوع که باید بدونیم، ولی باید مواظب باشیم که اشتباه نکنیم. اشتباه خیلی بزرگ میکنن که خیال میکنن بعد از اینکه انتخاب کردن و نامزدی هم کردن، قرارداد گذاشتند و تصمیم گرفتن ازدواج کنند، دیگه شدن شوهر، دیگه هر کاری که زن شوهر باشه مجازه، این هم مجازه. این اشتباه بسیار بسیار بزرگیه و بعد بدونن که اینا زن شوهر نیستن و تا وقتی که در حباب قدوشین داخل نشد، در مراتب حباب در قدوشین برگزار نشدن، این زن حکم یک زن 100% زن بیگانه داره و با تمام اون قوانینی که درباره زن بیگانه گفته شده اینا بعد اجرا بشه که من جمله نگاه کردن و با هم شوخی کردن و با هم خندیدن و رفتن گردش کردن، اینا همش اصوره. اینا همه کارهایی که طبق حلقه اینا اصوره و این اگر میریم کسان انجام میدن این کارا میکنن، اینا از ندانستنی و بی‌سوادیه. و بنابراین وقتی بعد از اینکه تصمیم گرفته شد که باید ازدواج کنن، دیگه این کاملا آدم دوری بکنن. البته میخوان اگر برای خانه برای چیز، خب اینا تا امکان داره از ملاقات کردن دوری برحذر باشن، رای تلفن و یا رای توسط واسطه هر چیز بالاخره تا اونجایی که امکان هست وقتی آدم دوری بکنن که الان اینا زن شوهر نیستن، فقط تصمیم گرفتن ازدواج کنن و اینا به چه برسه به این که این خیلی اوقات هست که با ملاقات کردن زیادی از حد بی‌مورد و بدون لازم خیلی ممکنه که یک گناه خیلی بزرگی هم مرتکب بشن. چیه؟ تنها موندن در جایی که اصوره که زن با زن بیگانه تنها بمونه. اگر مرد زنی در یک خانه باشن که این خانه درش قفله و کسی نمیتونه داخل خون بشه، هر ثانیه یک گناه بسیار بزرگی را مرتکب میشن که تنها موندن با زنی که براش این اصوره که زن بیگانه فقط با انسان با همسر خودش میتونه در خانه تنها بمونه و همطور با مادرش و همطور دختر با پدرش، همطور مادر با نوش، پدر با نوش، نوی دختر، مادر با نوی پسر و نبیره و نتیجه همه اینا مجازه. ولی زن و مردی که با هم ملاقات کردن، هم در پسندیدن و تصمیم گرفتن ازدواج کنن، این اصلا زن شوهر نیستن که باید بتونن یک خانه تنها بمونن. برن تنها در خونه، حتی اگر اینا در یک محبتی هستن که هیچ در دیواری نیست ولی اونجا شب تاریکه، میرن جایی که اصلا هیچ کس یا یک کوچه تک تاریکی اصلا هیچ کس رد نمیشه ساعت دیر شب، این هر ثانیه اینا به یک گناه بسیار مرتکب سنگینه که به اسم این گناه، یعنی اسم گناه چیه؟ تنها موندن با زن اصور، اینا مرتکب میشن و برای خودشون انواع دردسرها و اذیت‌ها و آزارها و در مسائل ایجاد میکنن. یکی از علتایی که اونایی که بعد از ازدواج با هم زندگیشون مرتب مسئله است و صلح خانواده نیست، یکی از علتهاش اینه که در موقع نامزدی اینا بیش از حد با هم رفت آمد میکردن، ملاقات میکردن، شوخی خنده میکردن و هم گردش میکردن. اینها از هر گناهی که اینا مرتکب شدن یک ملاخ بدخواه و نوزی ایجاد میشه
که بعد از اعتبار میاد اینا انتقام میگیره و اینها مرتب با هم دعوا میشه و صلح خانواده ایجاد نمیشه. البته نمیگیم که همین فقط اینه، چیزا ملت‌های دیگه هم هست، علت دیگه هم هست، بله درسته، ولی یکی از علت‌ها اینه که در دوران زمزدی این موضوع مراد نشده و از چندین گناه اینا مرتکب شدن. بنابراین بایستی واضح بود که برحذر کرد دیگران هم، اونا که نمیدونن و اونا که مذهبی هستن و به حرف همین گوش میکنن، بعد بهشون گفت که این کار درستی نیست و بایستی تا اونجایی که امکان داره از هم دوری بکنن تا شب عروسی.